دستان پرمهر گروه پزشکی بر سر مردم سراسیاب یوسفی در بهمهی 500 نفر ویزیت شدند. دکتر نزدیکمون به اون صورت نیست. الان چون این کار کنن ما مضمون شو هستیم. کار خیلی بی‌نظیریه و فقط وقتی اینجا حضور داریم میتونیم لمسش کنیم. و در نشست ارائه خدمات رایگان پزشکی به مردم بخش سراسیاب یوسفی شهرستان بهمهی، گروهی از پزشکان متخصص از استانهای تهران، اصفهان، کرمان و خوزستان در قالب گروه پزشکی دستان مهربان خدمات متنوع بهداشتی و درمانی رو 500 نفر از مردم بخش سراسیاب یوسفی ارائه دادند. خدمت بی‌منت در مناطق کمتر برخوردار. سابقه بیماری خاصی هم دارین یا نه؟ فشار داشتم. مردم روستاهای بخش سراسیاب یوسفی شهرستان بهمهی از خدمات پزشکی رایگان گروه‌های جهادی بهره مند شدند. دور افتاده ایم، دکتر نزدیکمون به اون صورت نیست. الان چون این کار کنن ما مضمون شو هستیم. دستشو در نکنه. اومن هم ویزیت موچردن، هم دندون پزشک، هم ماما. این گروه جهادی علاوه بر خدمات پزشکی، خدمات دندان پزشکی و دارویی نیز به مردم این منطقه ارائه دادند. از تهران اومدیم تو لاینای مختلف، پزشک عمومی، دندون پزشک، ماما، سنتی فعالیت میکنیم. از 8 صبح اینجا مستقر شدیم. طب سوزنی از استان کرمان شهرستان زرم. من اینجا اولی که بیماران میان یه شرح حال خیلی مختصری از بیماران میگیرم که ببینم که چه مشکلی دارن که به کدومی که از پزشکامون ارجاع بدیم که براشون دارو بنویسن یا کار دیگه انجام بدن براشون. نسخه مینویسه پزشک و ما اینجا تحویل بیماران میدیم که دیگه نخوام برن هزینه کنم. جامعه هدف این طرح گروه‌های آسیب پذیر مانند کودکان زیر 6 سال، افراد سالخورده و بیماران قلبی و دیابتی بود. خدمت به خلق رو واقعا یکی از اولویت ها میدونم. کار خیلی بی‌نظیریه و فقط وقتی اینجا حضور داریم میتونیم لمسش کنیم. ما قبل از ورودمون به هر منطقه ای آمار میگیریم از بهیار یا به ورز اون خانه بهداشت که بیشتر مراجعاتشون در چه زمینه‌ای هستش که با توجه به اون بیماری و اون مراجعاتی که دارن داروهای خودمون رو تهیه بکنیم. قرار است تا پایان امسال گروه‌های جهادی مختلفی به مردم بخش سراسیاب یوسفی خدمات درمانی رایگان ارائه دهند. مسلم مختاری، خبرگزاری صدا و سیما، بخش سراسیاب یوسفی، شهرستان بهمهی.